این کتاب رو نگاه کنید، کتاب منطق احساس اثر ژیل دلوز. تو این برنامه میخوایم راجع به این کتاب صحبت کنیم. سلام، من حنیف هستم و اینجا کریتیک چنله. تو این کانال ما سعی میکنیم بخشی از تاریخ و هنر رو بررسی کنیم، مخصوصا هنرهای بصری مثل نقاشی و مجسمه سازی. فرقی هم نداره چه هنرهای شرق باشه چه هنرهای غرب باشه، از ایران و ژاپن گرفته تا مکاتب معروف هنر و نقاشی اروپا. اما مضافه بر این داستان ما تصمیم گرفتیم بخشی از کتاب‌های مربوط به تاریخ هنر و همچنین فلسفه هنر، زیبایی شناسی رو هم در این کانال بررسی کنیم. یکی از کتابایی که تصمیم گرفتیم به عنوان در واقع اولین کتابی باشه که بررسی می‌کنیم این کتاب منطق احساس ژیل دلوز. قراره یک مقدار راجع به مطالبی که در این کتاب نوشته شده، نوع نگاهی که ژیل دلوز داره، نسبتی که فلسفهش با فرانسیس بیکن داره صحبت کنیم. مختصری از ژیل دلوز بگیم. ژیل دلوز یک فیلسوفی، در واقع از مهمترین فیلسوف‌های قرن 20 فرانسه در مکتب و تفکر پست مدرنیسمه، از اصلی ترین جریان های پست مدرنیسمه. بعضیا شاهکار فلسفیشو کتاب تفاوت و تکرار میدونن، کتاب های زیادی نوشته، بیشتر عمر آکادمیک و تحصیلیش رو روی فیلسوف های مثل نیچه، برگسون، اسپینوزا، هیوم و کانت کار کرده و اساساً فیلسوفیه که کارهای خودش رو با سینما، هنر و چیزهایی میبره جلو که چندان شاید به لحاظ آکادمیای فلسفی نیستن. ژیل دلوز همچنین علاقه خاصی داشته به آثار نقاشی فرانسیس بیکن. خب یکم وارد کتاب شیم. من از مقدمه خود کتاب کمک میگیرم تا به نوعی مقدمه‌ای بگم برای کسایی که دوست دارن این کتاب رو بخونن. کتاب با این حال و هوا شروع میشه که معمولاً تفکرهای زیبایی شناسی یا فلسفه های هنر آثار هنری رو با دوگانه فرم و محتوا توضیح میدن. برای مثال ما یک نقاشی از یک منظره داریم، این نقاشی یک فرم داره، مثلا به فرم مکتب رمانتیک کشیده شده، درختها و رنگها به خصوصیات ویژه‌ای دارن و محتوای این فلان منظره مثلا در فلان کشور اروپاییه، یک صورتی داره، یک ماده‌ای داره، یک صورتی داره که میخواد اون ماده و محتوا رو واسه ما بیان کنه. معمولا در تاریخ زیبایی شناسی و فلسفه هنر آثار رو همینطور بررسی میکنن، یعنی اثر هنری به عنوان چیزی خارج از ما در وهله اول، بعد به عنوان چیزی که داره با استفاده از این فرم هنری خودش، میخواد نقاشی باشه، میخواد سینما باشه، میخواد محتوایی رو بیان کنه. برای مثال داخل اثر کافکا مسخ ما میتونیم ببینیم که این فرم پوچ انگارانه‌ای که داخل متن ما میبینیم هدفش بیان محتوای مثلا از خود بیگانگی انسان در جهان مدرنه. با این دوگانه فرم و محتوا میتونیم اثر رو اینطور بررسی کنیم. دلوز میگه یه راه دیگه این نگاه کردن به اثر نگاه روانکاوانه است که همین دوگانه فرم و محتوا تبدیل میشه به دوگانه من و دیگری، تبدیل میشه به دوگانه سوژه که من باشم و دیگری که من خودم رو دارم به نظر روانکاوا دیگه خودم رو با اون تعریف میکنم. در این دید در واقع اثر هنری میشه حاصل تجربیات زیسته و تجارب روانی و ناخودآگاهی که مؤلف، نویسنده، نقاش یا سازندش داشته. در واقع اثر هنری حاصل فانتزی هاییه که مؤلف و سازندش داشته در این نگاه. بدین معنا و این فانتزی ها رو خیلی جالبه که نگاه روانکاوی بدین معنا این فانتزی ها رو با نوعی فقدان داره توضیح میده. همین مثال سادش واسه آدم‌ها و جوون امروزی اینه که یک بچه یک گوشی موبایل جدیدی میخواد، این مثال امروزی دیگه، و به محضی که اون گوشی موبایل رو پدر مادرش واسش میگیرن یا اون وسیله رو که حتی خودش میخواد بخره میخره، بعد از 1 الی 2 روز یا حداکثر 1 هفته از اون زده میشه. در واقع این سازوکار میل منفیه که روانکاوی هم همینطوری باش کار میکنه در توزیع آثار هنری و رفتارها و میل ورزیدن انسان. من چیزی رو میخوام که
ندارمش. دیدی میگن آدم میره دنبال چیزی که نداره، اونی که دنبال پول نداره، اون که دنبال محبت کمبود محبت داره. این نوع توضیح دادن همون توضیح دادنی که در روانکاوی است. من دنبال چیزی میرم که ندارم و به محضی که بهش میرسم اون چیز رو از دست میدم و این فقدان انگاری رو، این نداشتن انگاری رو تبدیل میکنم به یه تخیل، به عنوان نویسنده و نقاش ازش یه اثر هنری بیرون میارم. اما دلوز داره دیدگاه سومی رو ارائه میده، دیدگاهی که معتقد همانا هنر خود میله، خود این دیزایره، خود این به چیزی میل داشتنه و این اصلا به نظر دلوز منفی نیست، اصلا بر اساس فقدان جلو نمیره. در واقع به نظر دلوز ما به یک چیز میل نمی کنیم که وقتی رسیدیم به اون از اون زده شیم، ما به مجموعه از چیزها میل میکنیم و کار اثر هنری اینی که در واقع این مجموعه از چیزها رو کم و زیاد کنه، حدودش رو در واقع پرتنش کنه، به قول دلوز قلمروها رو گسترش بده، کش بیاره، دوباره قلمرو گذاری کنه. و دلوز در کارهای فرانسیس بیکن این کم و زیاد شدن حد و مرز بدنها رو داره میبینه، داره تنشی که فیگورها تحمل میکنن در کارهای بیکن، داره این تنش رو در فیگورهای بیکن میبینه. پس اولین در واقع المان مهم فرانسیس بیکن با این معنای میل از فلسفه ژیل دلوز در این کتاب، در کتاب ژیل دلوز منطقه احساس، اینی که فرانسیس بیکن میتونه این باز قلمرو گذاری رو، باز حد گذاری رو انجام بده. از طرفی نگاه دلوز به هنر و نقاشی های فرانسیس بیکن رو، یعنی اون نگاهی که در این کتاب داره ارائه میده رو، از دیدش به زندگی نمیشه جدا کرد. به طور خلاصه دید دلوز به زندگی اینه که زندگی حاوی پتانسیل ها و امور ممکن، پاسیبیلیتی های متفاوتیه، در واقع حاوی بالقوگی های متفاوتیه و این برخورد این بالقوگی ها یا به زبان ساده نیروها با همه که داره زیست ما رو در واقع درست میکنه، جلو میبره. مثل بازی های کامپیوتری، مثل GTA، اگه بازی کرده باشید میدونین که، یعنی هم نسلای من اینو میدونن که بعضی مناطقی که داخل زمین بازی GTA بود هنوز به وجود نیومده بود. شما وقتی راه میرفتی اون جهان داشت تشکیل میشد. برای دلوز زندگی همینطوریه. امکاناتی که به محضی که شما قدم میذارین، مثل ویدیوهای هوش مصنوعی که با هر تکون بدن در اون ویدیو جهان پشتش داره عوض میشه، شما با هر کنشی که در زندگی انجام میدید این پتانسیل ها رو دارید هی فعالیت یا در واقع بهش فعالیت میدین. اینا دچار فعالیت یابی میشن و بالفعل میشن، بالقوه ها بالفعل میشن. برای دلوز اولا هنر یکی از این فیلدهایی که میشه باهاش این بالقوگی ها رو هر بار به صورت نو بالفعل کرد و در وهله دوم برای دلوز این پتانسیل ها روی بدن انسان فشاری میاره و دلوز در این کتاب میگه که فیگورهای فرانسیس بیکن حاصل تنش های همین پتانسیل هان، حاصل تنش های در واقع بالقوگی هایی هستن که دارن بالفعل میکنن. مجموع تمام تنش با هم، رو این با هم بودن، در یک زمان بودن همه تنش در فیگورهای بیکن دلوز خیلی تاکید میکنه. اون فیگور داره شدتی که در واقع مجموع شدتی که یک بدن در هر لحظه زندگی خودش زیست میکنه رو در کجریخت سازی خودش، در انقباض و انبساطهای خودش نشون میده. شاید به همین دلیل باشه که فرانسیس بیکن میگه که من در نقاشیم وقتی جیغ‌ها رو نشون میدم، مثل اون در واقع جیغ زدن معروفی که از پاپ داره، میگه هدف من اینه که خود بیکن اینو میگه هدف من اینه که نشون بدم جیغ بسیار فراتر از صرفاً وحشت کردن و ترسیدن از چیزیه. در واقع این جیغ ها دارن اون فشارهایی که بر بدنهای بیکن هست رو در یک لحظه بالفعل میکنن، در یک لحظه معین میکنن و ما میتونیم اونجا اینا رو ببینیم. در تفسیر این حرف بیکن دلوز در این کتاب میگه که پس کار فرانسیس بیکن رویت پذیر کردن نیروهایی که قابل مشاهده نیستن، نیروهایی که حضور دارن، درون زندگی هستن، دائم دچار فعالیت یابیان، ولی امکاناتشون بازه.
و برای دلوز بیکن نماینده اون هنرمندیه که داره با این امکانات بازی میکنه، داره تأثیر این امکانات رو بر بدن نشون میده و در واقع تمام دهن شدن یک فیگور در کارهای بیکن وقتی تمام فیگوراش تبدیل به جیغ میشن، این داره همین شدت رو نشون میده. اما از طرفی دلوز برای توضیح نقاشی‌های بیکن به 3 مرحله اشاره میکنه که ما قبلا داخل برنامه راجع به فرانسیس بیکن 2 الی 3 برنامه این مسئله رو کامل توضیح دادیم. اینجا مختصر میگیم، بقیه‌اش رو خودتون بریم بخونید. این اولین المانش میدان رنگه. برای ژیل دلوز چیزی که وجود داره در وهله اول در نقاشی‌های بیکن در این کتاب بررسی میکنه. میدان رنگیه که فیگورها درش محصورن. فیگورها از قفسی اومدن، فیگورها در صندلی محصورن، فیگورها در یک پس زمینه تک رنگ با رنگ گرم نارنجی محصورن یا قرمز محصورن. در واقع انگار یک حرکت از میدان، یک حرکت مکنده به سمت فیگور وجود داره و حاصل این مکش میشه چیزی که ما بهش میگیم فیگور. در وهله دوم شکل گرفتن این فیگوره. دلوز میگه فیگور به محضی که رو صندلی برای مثال در کارهای بیکن قرار میگیره دچار تنشه. این همین تنش پتانسیل هایی که بدن داره تحمل میکنه. در مرحله سوم دوباره بازگشت فیگور از فیگور بودن خودش به میدان رنگه، به اون صندلیه، به اون پس زمینه است. دلوز میگه اینجا صحنه از همپاشی فیگورهای بیکنه و اینه که از این بازگشت در واقع مهمترین المان این 3 مرحله است. چرا که کار رو تمام نمیکنه. یک بسته‌بندی از پیش مشخص به اسم فیگور نمیشینه جلوی شما. این فیگور دائم در تنش، دائم امکان اینو داره که در واقع بالقوگی‌های جدید و پتانسیل‌های جدیدی رو در واقع به فعلیت یابی برسونه. یک نقاش ایرانی دیگه که خیلی شبیه فرانسیس بیکنه از این جهت که جیغ‌ها و دهان در کاراش مهمن، بهمن مؤسسه. البته با این تفاوت که در کارهای بهمن مؤسس ما بیشتر ایستا شدن و راکت شدن بدنها رو میبینیم، آنچه که خودش معلولیت مینامه، تا تنش بدن. اما یک جا میتونیم این تنش همسان با آثار بیکن ببینیم در مجموعه فیفی از خوشحالی زوزه میکشد، در واقع مجموعه تابلوهای فیفی از خوشحالی زوزه میکشد که بهمن مؤسس کشیده، اونجا که تمام سر و دهن تبدیل به یک جیغ میشه. این جمله بیکن اونجا واسه من خیلی به یاد موندنیه که من میخوام جیغ رو فراتر از وحشت نشون بدم. چی میشه در اون لحظه که من جیغ میزنم؟ به جایی که داد بزنم، به جایی که یه کاری کنم واسه این که اون اتفاق نیفته، چی میشه که من ناخودآگاه جیغ میزنم؟ این برنامه در واقع مختصری بود راجع به معرفی این کتاب منطق احساس از سری مواجهات ژیل دلوز. ژیل دلوز به نظر من از مهمترین فیلسوف‌هایی که همواره برای توضیح واقعیت‌های بنیادین جهان خودش یا واقعیت‌های فلسفی آثار خودش از هنر کمک میگیره و من فکر می‌کنم خیلی از اهمیته که حداقل دوستداران هنر یا چه بهتر آرتیست‌ها و هنرمندها با کارهای ژیل دلوز آشنا شن. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. سابسکرایب یادتون نره.